با درود به اولین گفتار درفش کاویان خوش آمدید. 14/3/2026 23 اسفند 1404. من در نظر دارم با توجه به دیدگاه‌های منتقدان و کارشناسان بین‌المللی تفسیرهای درستی از ایران در جهان امروز به ایرانیان تقدیم کنم. چرا که اگر ایران را جدا از تاریخ و امروز جهان بنگریم، بسیاری از حقایق از چشمان ما افتادند و ما دچار خطای سنجش خواهیم شد و به آن پرتگاه وحشتناک تاریخی سقوط می‌کنیم که در هنگامی پادشاهی جمشید سقوط کردیم. همچنان که سقوط مرکز فرمانروایی جهانی آریایی به دست آشوربانیپال شد و نیز پیروزی اسکندر گجستک و عمر و چنگیز ملعون. آگاهی از تاریخ وظیفه یک ماست. در غیر این صورت بهتر است که بجز در پیش گرفتن زندگی روزمره کاری به سیاست نداشته باشیم تا در بحبوحه‌های پرآشوب مثل همین روزها از هر گوشه یک کارشناس و پیشگوی پرهیجان ظاهر نشود و با راهنمودها و شعارهای ایران خراب کن ایران را به دست گزند و شکست نسپارد. از هنگام تجاوز آمریکا و اسرائیل هزاران کارشناس قلابی یا عربده‌کش زشت‌گفتار با هجوم بی‌امان خود مغزها را به تسلیم وامی‌دارند تا همان پشیمانی را رقم بزنند که گریبان ما را گرفت. در واقع مردم عوامی که با هیاهو و جنجال و بتسازی‌های بازاری خاک در چشم ما می‌ریزند، در فردای نابودی وطن به گوشه‌های فراموشی و توجیه می‌خزند. سنجش درست از کار و کوشش و تحقیق خستگی ناپذیر حاصل می شود. به قول استاد دانشمند و نابغه ما سلمان سمیعی، مردم ما در هنگامی شادی به عزاداری پرداختند و در هنگامی عذاب شادی و لودگی و فراموشی وطن که یادگار نیاکان با شرف ماست. من خود شاهد بودم همین کسانی که لخت و عور از تاریخ و فرهنگ و فلسفه ما گوشها را با تشویق‌های اهریمنی یا پرخاش‌های بیشرم کر می‌کنند، پس از انقلاب بجز باده‌نوشی و رقص و آواز و تفریح‌های خانوادگی مزخرف و حال به همزن به ویژه در خارج از کشور کاری به آماده شدن اوضاع ایران برای فاجعه امروز نداشتند. ولی حالا که مخالفت با آن و دوستی با این مد روز شده از همه جلوتر میافتند. راستش از میان سالان و سالمندان و روشنفکران و استادان پرمدعای دانشگاهی و خارج نشینان که مهمترین اصل هویت انسانی یعنی وطن را از خود بریدند هیچ آبی گرم نمی شود. من خود هیچ ادعایی در دانش نداشتم. به عنوان یک عامی که احمقانه پشت پا به نعمت خداداد وطن و پدر و مادر زدم، از میان آشوب‌های سهمگین و پرسش‌های بی‌نهایت پس از سالها بهت و حیرت از غریبگی و بی‌فرهنگی به موازات کار به جستجوی پاسخ‌ها پرداختم و خود را به فراموشی و توجیه نسپردم. این به اصطلاح مطالعات در هم ریخته اما پیگیر من پس از سالها کمک بزرگی شد برای قدر دانستن از استادی که با سخنانش آتش غیرت در وجودم زد و پاسخ پرسش‌های جانسوس من شد. همین استاد غیرتمند و خلف نیاکان به نام سلمان سمیعی. در اصل اگر ما بخواهیم که رهروان خلف نیاکانمان باشیم و این وطن را که یادگار نیاکان است سربلند بداریم، پس باید ابتدا بدانیم که فرزند کدام پدریم، آیین و باور ما چه بوده تا بتوانیم با این پشتگرمی از نیاکان جنگنده و هوشیار و سربلند خود ایران را که از ندانم کاری‌ها در لبه پرتگاه سقوط قرار دارد از مرگ و نیستی پاسداری کنیم. در این دنیای پرآشوب که اهریمنان بدخواه با انواع و اقسام فریب‌ها و حیله‌ها در کار نابودی جهان هستند، چشم گوش بسته به دنبال این و آن دویدن و کاسه داغ‌تر از آش شدن شایسته انسان با شرف و بزرگمنش نیست، بلکه یادآور کسانی است که از قید اخلاق آزادند و لولی و مطرب شایسته آنهاست. راستش از این مرحله‌ای که ما گرفتار آن هستیم، یعنی گرفتار میل و سرخوشی و تنبلی، بی‌مبالاتی و بی‌نظمی، راحت طلبی بودن، تا شناگری به عمق وجودمان
و دیدار آن ذهن خدایی که راهبر ما میتواند باشد، به همروندی کهکشان و جاودانگی و خدایگونه شدن باید خستگی ناپذیر جستجو کنیم، بکوشیم و با تنمان در یک اتحاد رفیقانه رهسپار غیرت و مردانگی شویم. بی‌مبالاتی و لاابالیگری ما در اصل به هرزگی کشاندن تن و رها کردن او در دنیای امیال، تنبلی و بی‌نظمی و هرچه پیش آید خوش آید میباشد. پس سخن را به خاک نمی‌افکنیم و روی سخن ما با جوانان و بچه‌های ایرانی است. پس ما برای سنجش و پاسخ درست به وقایع روزمره باید ببینیم که نیاکان ما آریایی‌ها جهان را چگونه دیدند و بر چه اساسی توانستند سالهای سال به جهان به عنوان فرمانروایان خیرخواه خوشبختی ارزانی دارند. به قول سالار جنگجویان ایران سلمان سمیعی، اجداد ما انسان‌ها همچون حیوانات دیگر سرگردان و دربدر یک لقمه و در گزند از ناملایمات بودند که یکی از آنها به ندای نهفته در درون خود نیوشا شد و با ذات بیدار شده از خواب بیهودگی به اسرار فلک بینا و هوشیار شد، همروند کیهان به راز طبیعت بینا گشته و کمال را در آغوش گرفت. سپس انسانها را تحت آموزش و نظم و پیگیری و کار و کوشش به بیداری سرشت کشانید. حقیقتی که او کشف کرد و مبنای زندگی اجتماعی شادکام برای جامعه جهانی برای سالیان سال شد این بود که جهان غیب نه هیچ در هیچ، بلکه دارای نیروی بالقوه است که با کمک نیروی مرموز که آن را آر نامیدند به گردش آتشزای هستیزا انجامید و هستی به شکل یک هرم زاییده شد، آن نقطه ابتدایی که بر بالای این هرم قرار میگیرد و در اصل زاینده این هرم است، همان خدای است که به همراه هر چیز دیگر خالق خود نیز می باشد و این خدا در اصل شکننده عدم است. این چرخش ازلی آتشزا سازنده جهان هستی به شکل هرم شد که در درفش کاویانی هم به تصویر کشیده شده است و همین نقش درفش کاویانی در اصل نمای سطحی از اهرام است اگر از بالا رو به اهرام در نظر گرفته شود. در این جهانبینی آتش نشانه بسیار مهم است، همان گونه که خورشید سمبل یگانگی است. بنابراین در این جهانبینی عدم همان فضای بین ستارگان است و خداوند نه موجودی در خارج هستی بلکه در درون این روند خلقت قرار دارد. برعکس ادیان متأخر که خداوند را به صورت یک نقطه در خارج از دایره هستی نشان می‌دهند، در باور ازل پرستان آریایی خداوند در حال خلقت خود نیز است و اولین نتیجه حاصل از این جهانبینی این است که خداوند بی‌نیاز نیست بلکه به ما نیازمند است. پس با دعا و التماس چیزی را از او خواستن موردی ندارد و ما برای خروج از موقعیت‌های دشوار تنها به همت و کوشش خود باید تکیه کنیم. در این جهانبینی جایی برای دعا و نیایش الهگان و بنابراین هیچ معبدی باقی نمی‌ماند و اقوام آریایی دشمنان سرسخت الهگان و واسطگان ادعایی روحانیان بودند و معروف به معبد برافکن که معبد پایگاه الهگان است. در برابر این جهانبینی و این زندگی اجتماعی هدفمند که جامعه بشری را با نظم اداره می‌کرد، طبیعتاً همه انسان‌ها خواهان و پذیرایان نبودند، تا جایی که مخالفان نظم اجتماعی و کار و کوشش و بنابراین طرفداران تنبلی و خوشباشی با یک باور بدوی که متکی به جهانبینی مشخصی نبود به ایستادگی درآمدند و هر آنچه را که آریاییان نشانه‌های باور خود قرار داده بودند به مخالف سازی پرداختند، مانند آب در برابر آتش، ماه در برابر خورشید، پرستش مرگ رستاخیزی در برابر جاودانگی، مار در برابر شیر. اما برای یافتن حقیقت زندگی اجتماعی انسان‌ها من به دو روش برخوردم. یکی همین جهانبینی آریایی از آموزش‌های استاد سمیعی که از کل آغاز می‌کند و با این ذره‌بین گشاینده گره‌هایی هستند که بر سر راه ما و به عنوان پرسش‌های بی‌پاسخ ما نهاده شدند
مثل پاسخ به این پرسش که چرا ما از اعراب شکست خوردیم، که اگر ما گستره وسیعی از فرهنگ و تمدن و فلسفه آریایی ایرانی را مد نظر قرار دهیم که این جوان با کوشش ماورای انسانی به آنها پرداخته است، به پاسخی قانع کننده میرسیم و وقایع مهم تاریخی زندگی اجتماعی ما ایرانیان در یک وسعت به هم پیوسته به ظهور میرسند. مثلا در ادامه نبردهای میان ازلپرستان یا آتشپرستان آریایی با آبپرستان میترایی که از 30,000 سال پیش تا کنون ادامه داشته، این باور بدوی اهریمنی که شخصیت خود را در انکار جهانبینی ازلپرستی می‌بیند، با بکارگیری از فریب و دغل و زشتکاری‌ها موفق به سرنگونی نهایی پادشاهی‌های آریایی شد که ساسانیان آخرین حلقه آن بودند. همان پادشاهی‌های پرشکوه پیش از هخامنشیان که داریوش بزرگ با احترام و تعظیم به پادشاهی چون شاتور لاگامور اشاره می‌کند. دومین روش برای تحقیق حقیقت اجتماعی، روش پروفسور جیانگ چینی است که با فاصله زیادی از دیگر مفسران اجتماعی همچون میرشایمر، مارتیانوف، اسکات ریتر، اسکوبار و جفری ساکس بسیاری از گوشه‌های تاریک رفتارهای بین‌المللی امروز را روشن می‌کند. آنچه که پروفسور جیانگ به آن دست یافته بالاترین موضعی است که بدون در دست داشتن آموزه‌های استاد سمیعی میتوان بدان دست یافت. من اینجا نمونه‌هایی را میآورم. در جنگ متجاوزانه آمریکا و اسرائیل به ایران، از جمله علائم دیگر، با توجه به اینکه وزیر خارجه عمان یک روز پیش از حمله آنها به ایران عنوان کرده که جمهوری اسلامی غنیسازی صفر را پذیرفته و پذیرفته که اورانیوم ها همه تحویل داده شوند و مراکز غنیسازی هم نابود شوند و حتی پذیرفته که موضوع موشک های بالستیک هم در دستور کار مذاکره قرار گیرد و علیرغم همه اینها در روز بعد آمریکاییان و اسرائیلی‌ها به ایران تجاوز کردند، پس موضوع نابودی ایران در دستور کار است. حتی این پذیرش و تسلیم جمهوری اسلامی خود کلید درگیری را زده است. این استدلال پروفسور جیانگ را بمباران‌های بیوقفه و نابودگر زیرساخت‌های اساسی تأیید می‌کند. نتیجه وحشتناک دیگری که پروفسور جیانگ می‌گیرد از سخنان روبیه وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که شما چرا جنگ با ایران را شروع کردید بوده است. او پاسخ داده که ما فهمیدیم که اسرائیل می‌خواهد به ایران حمله کند و بنابراین گفتیم که ایران هم در پاسخ به اسرائیل و به ما حمله خواهد کرد. پس ما هم با اسرائیل همدستی کردیم در حمله پیش دستانه به ایران. نتیجه‌ای که پروفسور جیانگ می‌گیرد این است که اسرائیل نه تنها بازیچه آمریکا نیست، بلکه فرمان واقعی را مسیحیت صهیونی که بر یهودیت هم منطبق شده می‌دهد و آمریکا بازیچه ناتوانی در این داستان است. اسرائیل یک کشور مذهبی است و به موازات مسیحیت صهیونیستی از قدرت مهیبی برخوردار است. متکی به یهودیان پخش شده در سراسر جهان است. یهودیان عمیقاً معتقد به آماده سازی جهان برای اجبار فرود مسیح به جهان هستند. بسیار سازمان داده شده، بسیار تکنیکی و مذهبی هستند. در امتداد این جنگ جدید خواهان نابودی آمریکا هستند، چرا که مراکز قدرت تکنیکی و مالی آمریکا باید به اسرائیل منتقل شوند. اسرائیل از این جنگ قدرتمندتر بیرون خواهد آمد و از اثر شکست آمریکا در این جنگ و نابودی کشورک‌های خلیج فارس، درآمد نفتی آنها به اسرائیل منتقل خواهد شد. بنابراین این یک جنگ آخر زمانی است و اسرائیل در جهت طرح اسرائیل بزرگ پیش خواهد رفت. اما به موازات قدرتگیری اسرائیل و ضعف ترکیه و مصر و نابودی کشورک‌های عربی، ایران نیز می‌تواند که از این جنگ قدرتمندتر ظهور کند و از برکت هژمونی در خلیج فارس و کنترل آب‌های هرمز و کسب درآمد از آن، ایران نابود شده بازسازی و بسیار قدرتمندتر خواهد شد. بنابراین این دو قدرت نوظهور به ادامه درگیری با یکدیگر خواهند پرداخت. از این رو راز و رمز پیروزی و بزرگی دوباره ایران در پایداری و انسجام آن در تحمل ضربات است. در اینجا پای آن هویت و ویژگی آریایی ایرانی به میان می آید که یعنی در این برهه دشمن اصلی آن متجاوز نابودگر است و باید بدون هیچ تردید بر آن پیروز شد
و به بهانه‌های مخالفت با رژیم اسلامی و یا تحت تأثیر پروپاگاندای غربی‌ها مقاومت عاجل را رها نکرد و به سرنگونی رژیم نپرداخت که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. این جنگ مذهبی که از طرف واتیکان و صهیونیسم پیش برده می شود در اصل همان مار نهفته در داستان باستان است که استاد سمیعی پته آن را به روی آب ریخته و ما را از خواب نابودگر قرنها بیدار ساخته. این تحقیقات پروفسور جیانگ خود تأییدی بر آموزه‌های استاد سمیعی است و نتیجه‌ای که من می‌گیرم این که برای چندمین بار سرنوشت ایران به دست مردمی افتاده است که کوچکترین غفلت آنها باعث شکست جبران ناپذیر برای ایران خواهد شد. ایرانیان بیدار باشید و همدلی و همداستانی و سوگند وفاداری با جاودانگان اعتراضات دیماه را جاگزین لولیگری و رقصیدن به ساز دشمنان خارجی و بیگانه نکنید. این یک هجوم وطن ویران کن است که باید بدون تردید به آن پرداخت و در استواری کوچکترین تردید نداشت. این دشمنان هم با دانستن این که ممکن است که سرنگونی حکومت بسیار محتمل شده باشد به ایران حمله کردند. با این فرض که در اولین حمله و کشتن رهبر جمهوری اسلامی حکومت سقوط می‌کند و این سرنگونی نه به حساب ایرانیان بلکه به حساب آمریکا و اسرائیل نوشته خواهد شد. رضا پهلوی هم جزء پروژه سرنگونی بوده است، یعنی یک عروسک بدخواه که با گول زدن مردم به دشمنان تجزیه ایران کمک کند که پس از آن که دیدند که مردم در برابر حمله خارجی تسلیم نشدند او را کنار نهادند. هموطن، خود جمهوری اسلامی هم از جنگ خارجی یک کابوس داشت. پس او هر امتیازی را به هر کشوری میداد تا از جنگ پرهیز کند، از جمله حمایت از آذربایجان در مورد حمله به ارمنستان. اکنون در حمله آمریکا و اسرائیل در راستای حفظ موجودیت ایران قرار گرفته. ولی اکنون زمان سپردن اختیار وطن به دستان گرگهار اسرائیل نیست. اسرائیل یک صهیون پلید است که توسط یک مرکز واتیکان و از طریق باور رستاخیزی میترایی اداره می شود که هویت و زندگی آن در نابودی ایران معنا می یابد. دست از لاابالیگری بردار و سر خود را از برف بیرون آر. به جهان بنگر که نظامیان ایران نیز اسرائیل را نابود می کنند. تو چون از اطلاعات محرومی از این بیخبری از اینکه آمریکا در حال اضطرار است، در حال فرار از خاورمیانه. همه چیز به تو بستگی دارد. آمریکا و اسرائیل بر روی سرنگونی عقلی تو سرمایه گذاری کردند. اینکه تو از هجوم تبلیغاتی خائنین و این مد روز سرنگونی رژیم به همان دیوانگی دست بزنی که ما را بدبخت و خانه خراب کرد. اینجاست که من با صدای بلند میگویم ایرانی بر نخیز و دست بردار از آشوب و انقلاب. پس تو خود را از شر و نفرین دور دار.